یکی از دو پیلوت در اوکراین کشته شده چرخبال می 8 که آن را ماه آگوست از ولایت کورسک روسیه به اوکراین بردند در حقیقت زوده تاجیکستان بوده است، اما نام او نه خورشید که بعض قبلا خبر داد بلکه خوشبخت ترسونوف بوده است. چند هم سابق زوده تاجیکستان خوشبخت ترسونوف 35 ساله در آموزشگاه حربی هوانوردی سیزرن به نشریه دولتی روسیه رسیه سیوادنیا تصدیق کردند که یکی از کشته شده ها میتواند ترسونوف باشد. ماکسیم کوزمینوف پیلوتی که اون چرخبال را به اوکراین برد و سپرد نیز ختم کرده آموزشگاه سیزرن است. یکم کسب ترسونوف گفته است که خوشبخت بعد ختم آموزشگاه به تاجیکستان برگشت و تا سال 2015 در وطنش کار کرد، ولی سال 2015 باز به روسیه آمد و یک مدت همچون پاسبان کار کرد. خوشبخت سپس از شهروندی تاجیکستان دست کشید تا که بتواند در صف قوه‌های مسلح روسیه خدمت کند. همصحبت رسیه سیوادنیا گفته است که خوشبخت ترسونوف چند ماه آخر همراه کوزمینوف در یک چرخبال پرواز می‌کردند و می‌گفته است که کوزمینوف کم کم می‌ترسد. او با ماکسیم دائم همراه پرواز می‌کردند و میگفت که نقطه ضعیف ماکسیم این است که او هنگام پرواز می‌ترسد. البته خوشبخت وی را روی راست ترسونچک نمیگفت. به گفته وی خوشبخت بیش از 5 سال در ارتش روسیه خدمت کرده، میخواست به هویت ملکی گذرد، ولی بعد شروع جنگ ضد اوکراین این نقشه خود را به قفا انداخت. او میگفت حالا وقت پرتافتن خدمت نیست. او هیچگاه از راه خود عقب نمیگشت. افزوده است همصحبت رسیه سیوادنیا. دوستان دیگر خوشبخت ترسونوف نیز او را همچون یک خلبان خوب با سواد و عاقل توصیف کردند. اولین شده تلگرام کانال باز یک نشریه به مقامات قدرتی روسیه نزدیک روز 16 سپتامبر سال 2023 خبر داد که اسم دو خلبان یا پیلوتی را که در داخل چرخبال از ولایت کورسک روسیه ربوده و به اوکراین برده شده معاین کرده است، ولی در گزارش باز اسم آنها نیکیتا و خورشید گفته می شود. این چرخبال نسبتا نوی سال ساختش 2016 روز 9 آگوست ربوده شد. تنها روز 7 سپتامبر سرریاست جاسوسی ارتش اوکراین تصدیق کرد که این نهاد یک پیلوت روس را برای گذشتن به طرف اوکراین و با خود به اوکراین آوردن چرخبالش مایل کرده است. به پیلوت روس ماکسیم کوزمینوف برای این کارش $5,000,000 جایزه دادند، ولی دو پیلوت دیگر که نیز در چرخبال بودند ولی از تسلیم شدن سرکشی کردند از بین برده شدند.